خوشگلای من بچه های گل، امیدوارم تابستون خوبی رو پشت سر گذاشته باشیم بدون تجدیدی. اگرم شدی شهریور قبول شده باشی، اما قبل اینکه شهریور بیفته تک ماده یادتون نره. این یک دو. الان اینجا چیکار میکنیم؟ من بهزاد KMT هستم و اینجا اومدیم که ویدیوی یک ماه عادی زندگی که داشتیم و نمایین که رفتی که این SMP رو راه انداختیم و ببینیم که خودم چیکار کردم، بچه ها چیکار کردن. اگه دوست داشته باشین ویدیوهاشو میذارم و غیر از اون ویدیوهای بیس های بچه ها رو میذارم. حالا الان بعد با اکانت چیز میریم داخل، با اکانت OP نگاه میکنیم بقیه چیکار کردن. بیس هاشون هم تک تک ویدیو گرفتم میذاریم از پیشرفتشون و همه چیشون. اگرم شما هم دوست دارید عضو این SMP بشین، حتما به گروه تلگرام ما و کانال تلگرام ما بپیوندین. یه دونه پیام بالا سنجاق شده، یه سری فرم باید پر کنین بدین به بات. بعدش اگر فعالیتی داشته باشین توی گروه تلگرام عضوتون میکنیم که نیومده باشیم فقط یه شری را بندازیم، بدونی اومدین بازی رو اشغال کنین. خبرهای خیلی جالب، خیلی باحال و خیلی توپ دیگه تو آینده این SMP هستش که توی کانال تلگرام میگیم و هر کدوم که به فاینالش رسید اینجا اعلام میکنیم. بریم ببینیم چی به چیه. و ببخشید اسکین من لود نمیشه توی این، چون که سرور یه سری مشکلات داره. یه مقدار از فیلم با اسکینم لود شده، یه مقدار نشده سر تغییرات. الان اسکینام لود نمیشه. تا حالا بعد اینو درست کنیم، اینو از ما بپذیرید. خب اینجا ما اسکین این یک دو خب اینجا ما این اسکین سیاه رو داریم. فعلا یه نفر آنلاینه. شبا یهو میبینید 10 نفر 20 نفر تا 30 نفر هم آنلاین بودن. دهنتون سرویس، خواب نداریم. خب اینجا ما بیس پایینمونه. تا حالا چند بار ازمون دزدی شده، آرمورامو دزدیدن، هی درست کردیم. بعد ارزم بزرگتون اینجا جای سپنتا بود، اینجا هم جای منه. چستا نامرتب، زیاد جدی نگیری. این هم دست گل سپنداخانه، اومد خشتک درست کنه، شیفت گرفت یه عالم درست کرد. خشتک زیاد داریم خاصی. بعد دیگه اینجا هم فرنستونی مونه، طبقه پایینم